ای عمر تو گوسفند چران بودی، ای عمر تو مسلمان نبودی، ای عمر تو ارزش نداشتی، ای عمر تو چوپان خطاب بودی. الان الله به تو ایمان نصیب گردانید، الله به تو خلافت داد، الله تو را امیر المؤمنین کرد. چگونه با مسلمان ها این گونه رفتار میکنی؟ خود را سرزنش میکرد و گریه میکرد. این گونه تواضع داشت. روز از روزها از کوچه های مدینه میگذشت، بچه ها با هم بازی میکردن. بچه های دوستان من، امروز میرویم شخص را دقیق و درست میشناسیم که شخص سوم اسلام است. اسمش است عمر رضی الله تعالی عنه. این شخصیت کسی است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حدیث امام بخاری است، می‌فرمایند که من در خواب، رسول خدا می‌فرماید خواب انبیا وحی است، میگوید من در خواب داخل جنت شدم، قصر را دیدم، بسیار قصر زیبا و مجلل، زن زیبا و قشنگی که بی‌نظیر بود، تا هنوز ندیده بودم. در پایین همین قصر وضو می گرفت. من پرسیدم این قصر مال چه کسی است؟ گفتن مال عمر است، مال عمر است. رسول خدا فردای آن روز به عمر می گوید ای عمر جان، من در شب در خواب در جنت رفتم، نزدیک قصر تو شدم، دیدم که زن اونجا طهارت می گرفت، وضو می گرفت، غیرت تو یادم آمد ای عمر، ای عمر غیرت تو یادم آمد، من نزدیک نشدم، دوباره برگشتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر میگوید ای عمر، من نزدیک های قصر تو در جنت شدم، زن را دیدم وضو میگرفت، گفتم این قصر مال کیست؟ گفت مال عمر. گفتم این زن مال کیست؟ گفت این حور عمر. غیرت تو یادم آمد، نزدیک نشدم. عمر میگوید یا رسول الله فدایت شوم، به شما غیرت. این شخصیت را امروز بشناسیم. ای کاش که امروز عمر می بود. ای عمر جان، ای کاش امروز می بودی که تمام امت محمد تشنه عدالت تو هستند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، می دیدی که حجاب محمد را آتش می زنند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، دختران امتت را می دیدی که چه کار می کنند، دختران امت رسول خدا را می دیدی که چه کار می کنند. ولی ای کاش عمر جان تو می دیدی و می بودی که می دیدی دختر از دختران رسول خدا برای حجابش در هندوستان چه زجر می کشد. امروز عمر نداریم، نام عمر است ولی خود عمر نیست، نام ابوبکر هست ولی خود ابوبکر نیست. ای کاش می بود. امروز عزیزترین امت در کره زمین به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر عمر می بود عزیزترین امت، امت رسول خدا در تمام کره زمین می بودند.